درود و مهر بر یکایی که عزیزانم. امید نجفی هستم. میخوام مراحل تایید سوابق تحصیلی و ایجاد پروفایل توی حساب مای سنجشتون رو خدمتتون آموزش بدم. مراحلش با من در ادامه همراه باشید. ابتدا وارد سایت mysanjesh.org میشین، با همچین صفحه‌ای مواجه میشین. اگه که قبلا حساب کاربری ایجاد کردین کافیه این موارد رو پر کنین. اگر حساب کاربری هنوز ندارین وارد این قسمت میشین، ایجاد حساب کاربری ها میزنین و اگر حساب کاربری داشتین و رمزش رو فراموش کردین وارد این قسمت میشین. چیز خیلی سختی نیست بچه‌ها. در ادامه اگر اطلاعاتتون رو وارد کنین با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشین، کافیه روی اطلاعات من ضربه بزنید. اطلاعات من از 4 تا سربرگ تشکیل شده. سربرگ اول بعد عکستون رو بچه‌ها آپلود کنین که حتما باید این ویژگی هایی که گفته را داشته باشه وگرنه تایید نمیشه. بعد توی تب دوم اطلاعات خودتون رو وارد میکنین، نام خانوادگی غیره و زاده که خب نمونه یه بچه ها بوده، ما اینا رو هایلایتش کردیم و در قسمت بعد تایید این مورد رو میزنیم. میایم روی تب بعدی اطلاعات آدرسمون رو وارد میکنیم که من این موارد رو برای یکی از دوستان بوده هایلایت کردم. این موارد رو وارد کردیم، روی تایید اطلاعات میزنین و در تب آخر میتونین اگر دوست داشتین رمز ورودتون رو تغییر بدین و این تغییر رمز ورود رو بزنین. رمز قبلی رو باید وارد کنین، رمز جدید و تکرارش رو بزنین، روی تایید بزنین. در ادامه اگر سوال مشاوره داشتین میتونین با مرکز مشاوره تحصیلی آکادمی نجفی همراه باشید.